اصل پیدایش عیدها صرف نظر از نامهای گوناگون این یکی از شعارهای دین می باشد. پس این یکی از خصوصیت است که هر ملت از یکدیگر فرق می کنند. به تحقیق و با دلیل شرعی عیدهای مسلمان دو عید است که هر سال آن را جشن میگیرند: عید فطر و عید اضحی. و روز جمعه است که آن همه محدود است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: البته به هر قوم عید هست و این عید ما است. و غیر از عیدها و مثل عید مولود عیسی علیه السلام که آن سال نبی میلادی است و این عید اهل کتاب است، برای هر مسلمان جایز نیست که این عید را انتظار شود و یا جشن بگیرد و هم تبریک و یا اشتراک کند. و اشتراک کردن به مثل چیزی را از لازمات این عید را به آنها هدیه کردند و یا بعضی از لازمات این را فروختند، مثل فروختن چراغک ها و یا فروختن بعضی خوردنی های معین که خاص آن روز است. پس البته این با دو سبب منع و نهی است. سبب اول این مانند شدن و تقلید کردن به اهل کتاب و اعتراف کفر آنهاست. و البته دین اسلام مانند شدن به تقلید کردن و کافران را حرام کرده است، زیرا این عید از خصلت های آنهاست. سبب دوم این عیدها در دین الله از بدعت هاست. ابن قیم رحمه الله گفتند: اما در مورد تبریک کردن شعار و یا عید کافران که خاص آنها است، به اجماع امت حرام است، زیرا شما به آنها میگویید که عیدتان برتون مبارک باد. پس اگر گوینده آن از کفر امین و سلامت ماند ولی بداند که تبریک کردن آنها از جمله محرمات است، این معنای سوء استفاده و یا حمله نیست، بلکه آن فرق کردن مسلمان و مستقل بودن او در اعتقادش و رسم آیینش از دیگران است.